قوم قرقیز افغانستان. قرقیزهای افغانستان تقریباً منزوی ترین قوم کشور هستند. آنها در منطقه‌ای به نام پامیرهای بدخشان و بیشتر در دهلیز واخان زندگی می کنند. ارتفاع محل زندگی آنها بین 3500 تا 4500 متر از سطح دریا است. هوا بسیار سرد، خشک و سخت است. رفت و آمد به منطقه دشوار و گاهی فقط با اسب و یا گاو و گوسفند کوهستانی امکان پذیر است. به همین دلیل است که رسوم و فرهنگ آنها بسیار سنتی و دست نخورده باقی مانده است. جمعیت قرقیزهای افغانستان زیاد نیست. آمارهای مختلف بین 1000 تا 1500 نفر ذکر می‌کنند. آنها تقریباً همگی در لطکوی، بوزایگم یا چاکماک، قرقیز قریه و چند قریه کوچک در پامیر زندگی می‌کنند. از نظر تعداد یکی از کوچکترین اقوام افغانستان محسوب می‌شوند. زبان آنها قرقیزی است که از خانواده زبان‌های ترکی یا قپچاق میباشد. آنها لهجه‌ای دارند به نام قرقیزی پامیری. به دلیل انزوا این لهجه با قرقیزی استاندارد کشور قرقیزستان متفاوت شده است. بسیاری از جوانان زبانی جز قرقیزی نمی‌دانند، چون مدرسه و آموزش رسمی کم است. قرقیزی‌های پامیر عمدتاً کوچ‌نشین هستند. دامداری یا گوسفند، بز، اسب منبع اصلی درآمد و غذا همین دام‌ها هستند. غذاهای اصلی گوشت خشک، لبنیات، نان‌های ساده محلی، چای نمکی به سبک آسیایی میانه به دلیل نبود کشاورزی وابستگی شدید به دامداری دارند. به جای خانه‌های معمولی در یورد چادرهای نمدی سنتی زندگی می‌کنند. مردها چپن، شلوار گشاد، کلاه‌های قرقیزی و زنان پیراهن‌های رنگی، دستمال سر، زیورالات سنتی. نوزادان را در قرطمه گهواره چوبی سنتی نگه می‌دارند. قرقیزهای افغانستان عمدتاً مسلمان یا سنی هستند، اما تا حدی باورهای شمنی ارواح، طبیعت، تقدس کوه‌ها در فرهنگ آنها باقی مانده است. جامعه آنها معمولاً زیر رهبری یک خان یا رهبری قبیله اداره می شود. مسئول حل مشکلات، تقسیم زمین‌های چراگاه، روابط با دولت، رهبری اجتماعی می شود. در گذشته چهره‌های چون خان عبدالرحمن خان و بعداً رحمت بیک بسیار مشهور بودند. مشکلات و چالش‌های قرقیزی‌ها بسیار است. منطقه بسیار دور افتاده، بسیاری از روستاها زمستانها کاملا از دنیا قطع می شوند. کمبود خدمات بهداشت، برق، مدرسه، پزشک و جاده تقریبا وجود ندارد یا بسیار محدود می باشد. زمستانهای بسیار سخت و خنک. در برخی سالها 10 نفر از سرما یا کمبود مواد غذایی جان باختند. فقر شدید، اقتصاد مبتنی بر دام بسیار آسیب پذیر است. خیلی ها در فکر رفتن به قرقیزستان یا تاجیکستان یا شهرهای افغانستان هستند.